دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 3 ایولی سال 2026 می باشد. قرار داریم در حولیمو شهر دوشنبه درباره انور من میگویم. کدام پادپیسش گفته است درباره انور گام نمیزنه. درباره انور سخن بسیار گفتگی هستم و باز میگویم و باور کنید با پگاه همین سوال میشه تماشا نمیکنن. یک بار سوال میتن این چی کس هست این چی کس هست گفته با واتساپ روان میکنن، هرچند که قریبی که هر روز یک روز پس من نوار نشون میدم تماشا نمیکنن. من درباره انور گپ میزنیم. انور ما امروز امسال نظر به سال گذشته بسیارتر بستگی نبینید. داخلش پوری انور است. انور اینجا جولا زدگی بود. اینا جولا زدگی بود. یکم انورش جولا زد، ایناشو نزد است. اینو بعد جولا شدن. انور دو نمود گل دارد. بسیار سوال میتن که گلوی انوری ما میریزد. برای انور گلش نریختن. انور دو نمود گل دارد، گل مودینه و نرینه. باید ما همه خیال کنیم که گل مودینهش زیاد شود. برای این چی در کار؟ برای این بخش رو آذوقه دادن در کار. ما از تیرمو هر سال اینجا امافاس میریزیم، پارو میریزیم گردش. من انا اینجا انا اینجا امافاس رو میریزیم، پوبیل میکنیم، گردش رو جای آب میکنیم. حاضر ما آب رو درست دادیم، دینامو شلنگ رو موندیم. آب تو بخش اومد. آب تو بخش باید نبیاید، یک وجب خشک باشد باید گردش. چون که اگر دو این بخی کنده شما آب رفتن گرد، کنده شما کسل شده، نیمتال شده، پوسیدنش ممکن. همدورین عزیز انور رو چلی گفتم دو نمود گل میکند. انور گل مودینهش 2% میشود یا نه، دیگرش همش نرینه میشد میریزد. لیکن شما اگر از بهار این رو نگاه کنید، ما چیکار میکنیم؟ گپ زنم یک گورم. دکبر ما انور رو 700 گرم چیمینده آب آمیخته کرده میشویم و میسوزاند. تمام کسلی بودگی رو میسوزاند، برگو رو میسوزاند، همش رو میسوزاند. بعد بخش رو چخیلی که گفتم 1 کیلو امافاس رو میپرتویم با 1-2 ستیل پورو پوبل میکنیم. امافاس کلی رو نظم میبیند، این رو فسفر رو نظم میبیند و انور باید در جای آفتابی شنونده شود. از سببی که ما دیگر جای نداریم مجبور در همینجا شنوندم. اینجا تا ساعت 1 آفتاب است، ممکن تا 12 رو آفتاب است. بعد دیگر سایه خانه می شود. بعد دارو میزنید. پیش از کشوده شدنش سکور قطعی میزنید ماهی فوریه. بعد کشوده شد باز میزنید برکت. بعد این دیر گل میکند. وقتی گل کرد شیره بسیار میزند. شما خواطر نشده از بالایش دارو زنید و چون که گلش بسیار است خواطر نشده زنید. شیره اگر بسیار ایستاد انور شما کسل می شود، انور شما رو قوتش رو میگیرد و میوهش بیزیر می شود، میپوسد. و بعد گل کردن میوه که اینقدر که شد باز توپاس زنید، باز سکور زنید، باز ایمپاکت زنید، باز ضد حشرات دارو زنید. اینچنین ما 2 روز پیش از 4 طرفش بیل رو زدم. یک پیالگی 4 پیاله کربامید زمین ده انداخته آب موندم. چون که اینقدر بستگی است با این قوت در کار. قوت دادیم و کربامید دادیم. کربامید هم میوه را کلان میکند، هم قوت میتید به انور. انور رو انا این مایدکاش رو هر سال زدن در کار. اینو مایدن اینو کلان میشن. حالی اینا رو زدن در کار. اینا رو زدن در کار. انا این دستی چپی ما رو دیدید؟ این در کنار رو زدن در کار. اگر شما انورتون این طرفش پیر شدگی باشد و خواهید جوان کنید، مایلش یکم تشرمونید و بعد سال آینده پیر رو میبرید و این جوان شما بعد با نوده نیحالی میشود. باز چی کنیم درباره انور؟ انور کدام انورش که من در قسم آفتاب است، در بالای آفتاب است. آفتاب تا بدگر من همین رو آفتاب بسوزاند. ما این رو باید که امروز پگاه یکم کاغذ قطعی پیچونیم، چون که اینا رو آفتاب که یک طرفش رو سوزاند، این رو استعمال کرده نمیشود، چون که سیاه میشود، درونش دونش سفید میموند، سرخ نمیشود، سنگباری سخت میشود. همدوران عزیز این بود درباره انور. نپوسیدنش دارو زدن در کار 3-4 مرتبه، کلان شدنش آذوقه در کار. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد. معقول شده باشد یک لایک رو زیر کنید.